استاد چیزی که قبلا با شما عرض کردم، تلویزیون تاجیک 2 سال می شود که یک برنامه با نام سرای هنر شرق سازمان داده است و اینجا بیشتر اون آید هنرمندان همزبانمان ما چی میکنیم با بینندگان که خیلی هواداران زیاد دارد، برای اونها درباره زندگیشان، هنرشان، شرح حالشان مطرح میسازیم و این چند برنامه که داشتیم فقط تنها ما از غیبشان صحبت میکردیم، چون خودشان اینجا حضور نداشتن این کار باید میکردیم. لیکن شما اولین هنرمند هستید که در این برنامه یعنی خودتون درباره خودتون باید صحبت کنید و قبلا من میخواستم خودتون معرفی کنید و زاده کجا هستید، ما درباره زندگیتون. خب اولا از شما متشکرم، بعد به مردم تاجیک و کسانی که به زبان و هنر پارسی و تاجیکی دلبندند و عشق می‌ورزند درود می‌فرستم و این رو میخوام عرض کنم که ما برادرانی هستیم که سالها از هم دور بودیم، هم خانواده بودیم، هم زبان بودیم و هستیم، هم فرهنگیم، ولی همدیگر رو ندیدیم. حالا که همدیگر رو دیدیم این شرح این دیدار گفتنش به 100 کتاب هم ممکن نیست، کفایت نمی‌کند. بایستی بیان و در اینجا اون کسانی که شوق دیدار مردم تاجیک رو دارن و این سرزمین دوست دارن بیان از نزدیک این تراوت و این طبیعت و این مردم مهربون و خوب رو ببینن، برادرانشون و خواهرانشون رو از نزدیک ببینن، اون رقص های زیباشون رو تماشا کنن، موسیقی فوق العاده زیبایی که داریم، موسیقی خلقی، موسیقی فلک، اینها رو بشنون از نزدیک تا ببینن که من که الان اومدم در اینجا چه حالی دارم و چقدر احساس خوشحالی و خوشبختی میکنم این که تونستم به انگیزه شرکت در مراسم باربد بیام و این عزیزان رو از نزدیک ببینم. خود من زاده شهر مشهدم، خراسانی هم. اجداد من خراسانی بودن و بیشتر خیشان من در مشهد زندگی میکنن، ولی برای فعالیت‌های هنری به تهران رفتم. 25 ساله که در تهران زندگی میکنم، برای تحقیقات و تدریس و اجرای برنامه در تهران زمینه ها آماده تر تا شهرهای ما. این که در اینجا من زندگی میکنم و مدت 25 ساله که فعالیت هنریمو در تهران از طریق رادیو تلویزیون شروع کردم. اون تا چند سالی است که 13 ساله که فعالیت ما در خارج از کادر رادیو تلویزیون ادامه میدم. بیشتر تحقیق میکنم، تدریس میکنم، آهنگسازی میکنم و روی موسیقی های نواحی مختلف ایران تحقیق میکنم و در خارج از کشور هم مقداری کنسرت تا حالا گذاشتم و باز هم کنسرت دارم که بذارم برای شناسایی موسیقی نژاده و اصیل ایران همراه با شعرهای شاعرای بزرگ. این فعلا یه مختصری بود از اون چیزی که فعلا من کار میکنم.